دادگاه نویه سیمونوف شهر مسکو روز 9 январ سال 2024 با یک تصمیم در تجربه دادگاه‌های روسیه خیلی نادر از قانع ساختن درخواست تفتیشات در مورد حبس پیشکی بلاگر تاجیک سلمان رجبزاده دست کشید و او را از تالار دادگاه آزاد کرد. سلمان رجبزاده به برانگیختن کینه و عداوت ملی و تحقیر دختران روس در ویدیوهای صحنه‌سازی شده‌اش ایبدار می‌شد. خدمات مطبوعات دادگاه گفت دادگاه نویه سیمونوف شهر مسکو قرار کرد که درخواست مقامات تفتیشاتی در مورد انتخاب حبس پیشکی به صفت چاره پیشگیری نسبت به شهروند تاجیکستان رجبزاده سلمان جمعه رد کرده شود و او در تالار دادگاه آزاد کرده شود. سلمان رجبزاده که با تخلص سالامونکین معروف است روز 7 январ دستگیر شده بود. به ضد او بر اساس بند و قسم 2 ماده 282 کودکس جنایتی روسیه با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و پس زدن شان و شرف پرونده جنایتی گشودند. بنا به فرضیه تفتیشات رجبزاده قصداً در ویدیوهای صحنه‌سازی شده‌اش شان و شرف دختران روس را پس میزد و آنها را سبکپا و چنان دسترس به قلم میداد که گویا تیارم با هر مرد ناشناس بوسابوسی کنند و یا رقم‌های خود را بدهند. اما هنگام روز بازداشت سلمان رجبزاده یعنی 7 январ حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بختاور جمعه فزار داشت که بلاگر تاجیک بیگناه دستگیر شده است. حامی حقوق گفت او را قبلا تهمت کرده به ضدش معرکه ساخته بودند به یگان گناه. سلمان رجبزاده در مسکو با اشتراک دخترای محلی واین و پرانک ثبت و نشر میکرد، ولی خشم تماشابینان را به ویژه ویدیویی که روز 9 دکامبر سال 2023 نشر شد برانگیخت. این همون ویدیویی است که کسی الاف میزند که چه خیلی با نتاشا کیف میکردم و هم ادامه میکند که به زودی همه دختران روس زنانما میشوند. ابرهای سیاه بالای سر بلاگر تاجیک روز 6 январ سال 2024 وقت جمع شدند که رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با موقع آشکارای مهاجر بدبینانش نام برآورده است از مقامات تفتیشات شهر مسکو تحقیق ویدیوهای تحقیرآمیز نسبت به دختران روس از جانب بلاگر زاده تاجیکستان را تقاضا کرد. باستریکین این پرونده را هم زیر نظارت خود گرفت و سردار سراسر تفتیشات پایتخت روسیه استریشکوف طلب کرد که درباره جریان تحقیق قضیه به او اصابت بدهند. در رسانه‌های اجتماعی خبرها درباره از جانب یک زاده تاجیکستان نشر شدن ویدیوهای صحنه‌سازی شده که در آنها دختران روس را به مسخره میکشند پخش شدند. این مهاجر دختران ساکنان مسکو را به گونه نامناسب نمایش داده نسبت به آنها شرح‌های قبیح را نیز روا می‌بیند. ادعا شده است در گزارش خدمات مطبوعات کمیته تفتیشات روسیه ولکه روز 7 январ سراسر تفتیشات شهر مسکو در کانالش در تلگرام خبر داد که شعبه تفتیشاتی سیمونوف نسبت بلاگر تاجیک بر اساس بند و قسم 2 ماده 282 کودکس جنایتی روسیه با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و پس زدن شان و شرف پرونده جنایتی گشوده است. فعلا گمانبر شونده دستگیر شده با تدبیرهای تفتیشاتی گذراننده می شوند. بنا به معلومات تفتیشاتی زاده تاجیکستان روز 9 دکامبر سال 2023 در زمینه مناسبت خصومت آمیز نسبت به نمایندگان ملت روس ویدیوها را ثبت و سپس در اینترنت نشر می کرد که در این ویدیوها علامت‌های پس زدن شان و شرف انسانی دختران سلاویانی دیده می شود. گفته می شود در اطلاعیه مقامات تفتیشاتی ویدیوی با دستان زولانه پیچ به بازپرسی آوردن بلاگر تاجیک را نیز نشر کردند. تا کنون درباره دست کم 3 پرونده جنایتی به ضد بلاگران زاده تاجیکستان در روسیه خبرها نشر شده بود. از جمله یک بلاگر 40 ساله زاده تاجیکستان ماه سال 2022 در عین اوج پاندمی کرونا ویروس در ولایت نیژنی نوگورود روسیه با اتهام پنهان کردن معلومات بر دروغ درباره کرونا ویروس، درباره واکسینه ها و همچنین در دوران پاندمی کرونا ویروس برای یک پرانک در مترو مسکو درباره این بیماری بلاگر دیگر تاجیک کرامتولو جباروف دستگیر و سپس 2 سال و 4 ماه به زندان محکوم شد. او را بعد آزاد شدن از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. در تیر ماه سال 2021 باشد برای در نزد کلیسای وسیلی مقدس در مرکز مسکو گرفتن عکس‌های خصوصیت شبانه داشته بلاگر زاده تاجیکستان روسلان بوبیوف و دوست دختر روسش آناستاسیا چستووا دستگیر و هر کدام به 10 ماه زندان محکوم شدند.
رسلان بوبیف سال 2022 از محبس آزاد شد و او را هم از روسیه دپورت کردند.